به نام خدا. دوستان عزیز سلام، با یکی دیگه از آموزش‌های مجموعه صافگیری در خدمتتون هستیم. تو این آموزش تصمیم داریم در مورد حل ترسیمی مسائل بهینه‌سازی با شما صحبت کنیم. در واقع توی ویدیوهای قبل اشاره کردیم که در صورتی که مسائل بهینه‌سازی شما ابعاد خیلی بزرگی نداشته باشن، شما میتونید اونها رو با استفاده از روش‌های ترسیمی و روش گرافیکال حل کنید. اگرچه ترجیحاً ما روش گرافیکال رو برای مدل‌های خطی استفاده می‌کنیم، اما در بعضی موارد برای مدل‌های غیر خطی هم کاربرد داره. در ادامه سرفصل‌هایی که خدمتتون ارائه میشه شامل مروری بر مدل سازی ریاضی و انواع مدل‌های در حوزه بهینه‌سازی خواهد بود. در قدم بعد سعی می‌کنیم روش ترسیمی حل مسائل بهینه‌سازی رو با هم دیگه پیش ببریم و توضیحات لازم رو بدیم و در انتها یک مثال کاربردی رو در این حوزه حل کنیم. خب اگر خاطرتون باشه توی ویدیوهای قبل اشاره کردیم که انواع مدل‌های بهینه‌سازی از منظر اینکه مدل‌های ما خطی هستن یا نه و اینکه متغیر گسسته دارن یا نه به چند دسته کلی تقسیم میشن. اگر مدل‌های ما تماما تابع هدف و محدودیت‌های حاکم بر مسئله، اگر تماما روابط خطی باشه، مدل‌های ما مدل‌های خطی یا لینیر پروگرامینگ بهشون اطلاق میشه. در صورتی که مدل‌های ما مدل‌های خطی باشن اما متغیرهای گسسته مثل متغیرهای باینری یا متغیرهای اعداد صحیح داشته باشن، ما با مدل‌های MIP یا MILP میکس اینتیجر لینیر پروگرامینگ میگیم. در ادامه مدل‌های مرتبه دوم یا کوادراتیک پروگرامینگ رو معرفی کردیم و گفتیم مدل‌های مرتبه دوم در واقع همون مدل‌های LP هستند، با این تفاوت که تابع هدف اونها ترم هایی از درجه دوم خواهد داشت. یعنی در واقع اگر متغیر تصمیم گیری من x باشد، در این صورت تابع هدف ما میتونه ترمی به شکل x به توان 2 داشته باشه. در این صورت ما و باقی محدودیت ها تماما خطی خواهد بود. ما با این مدل های مرتبه دوم یا کوادراتیک پروگرامینگ میگیم که ویژگی های خاص خودشون رو دارن. و دسته دیگه از مدل های پرکاربرد مدل های غیر خطی. ما گفتیم اگر عوامل غیر خطی ساز مثل حاصل ضرب دو متغیر، توابع مثلثاتی، توابع اکسپوننشیال، رادیکال و غیره در توابع هدف یا محدودیت های ما وجود داشته باشه، مدل ما دیگه مدل خطی نیست. مدل ما میشه یک مدل غیر خطی نان لینیر پروگرامینگ. حالا اگر همون مدل غیر خطی متغیرهای گسسته هم داشته باشه، مدل ما میشه یک مدل مین LP میکس اینتیجر نان لینیر پروگرامینگ. و اشاره کردیم که این چند مدلی که اینجا خدمتتون معرفی شد در واقع مهمترین و پرکاربردترین مدل های مسائل بهینه‌سازی هستن و قطعا مدل های دیگه‌ای هم خواهیم داشت. حالا چرا تفکیک این مدل ها برای ما اهمیت داره؟ به خاطر اینکه روش های حلی که در ادامه معرفی میشه و در واقع فرایند رسیدن به جواب توی مدل های مختلف با هم دیگه فرق داره. خیلی وقتها الگوریتم هایی که برای مدل های خطی وجود داره اصلا مدل های غیر خطی رو حل نمیکنه، یعنی قادر نخواهد بود که مدل های غیر خطی رو حل کنه. و همین دلیل ما علاقه‌مند هستیم که بین مدل های مختلف تمایز قائل بشیم. برای مثال توی همین روش ترسیمی یا گرافیکال ما فقط از مدل های خطی استفاده می‌کنیم، چرا که مدل های غیر خطی دقت حل مسئله رو برای ما پایین میارن. حالا در ادامه بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم. و همینطور اشاره کردیم که برای حل یک مسئله بهینه‌سازی ما 5 قدم اصلی رو نیازه که طی کنیم. در قدم اول نیاز داریم که تعریف مسئله رو برای خودمون شفاف کنیم. در واقع ماهیت، چرایی و چگونگی مسئله بهینه‌سازی باید برای ما روشن باشه، چرا که به ما کمک میکنه که مدل ریاضی بهتری از مسئله ارائه کنیم. در قدم دوم ما تعریف تابع هدف مسئله، متغیرهای تصمیم گیری، محدودیت‌های مسئله و در انتها فضای حل رو خواهیم داشت که در واقع تمام این المان‌های اصلی مسئله بهینه‌سازی باید کامل مشخص بشه و از همدیگه تفکیک بشن. توی قدم سوم که یکی از گام‌های بسیار مهم مسائل بهینه‌سازیه، ما مدل سازی ریاضی مسئله رو خواهیم داشت. در واقع هدف ما اینه که اون مفهوم انتزاعی و تعریف یک مسئله بهینه‌سازی رو در قالب یک مدل ریاضی مجموعی از قیدها، نامساوی‌ها، برابری‌ها و معادلات معرفی کنیم. و در واقع این مدل ریاضیه که در قدم بعد به الگوریتم‌ها یا نرم افزارها داده میشه و مسئله ما حل میشه. توی قدم چهارم که در واقع توی این آموزش قراره بیشتر راجع به صحبت میکنیم، ما فرآیندهای حل مسائل بهینه‌سازی رو داریم. در واقع روش‌های حل مختلف مسائل بهینه‌سازی به همون نوع مدل بهینه‌سازی و طیف‌ها و ابعاد مسئله بهینه‌سازی وابسته خواهد بود. ما تو این ویدیو سعی می‌کنیم در مورد یکی از روش‌های پرکاربرد و در این حال ساده حل مسائل بهینه‌سازی صحبت کنیم. اون روش در واقع روش ترسیمی حل مسائل خواهد بود و در ادامه در مورد سایر روش‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم.
نکته‌ای که وجود داره در ادامه و پس از حل مسائل بهینه‌سازی ما گزارش پاسخ نهایی و در واقع تحلیل نتایج رو خواهیم داشت. پس گام چهارم ما یعنی فرآیند حل مسائل بهینه‌سازی موضوعی که توی این ویدیو بیشتر قراره راجع به صحبت کنیم و در مورد حل مسائل بهینه‌سازی هم صحبت کردیم که اگر ابعاد مسئله شما خیلی بزرگ نباشه یا فضای حل مسئله شما خیلی پیچیده نباشه، شما میتونید از روش‌های منوال یا حل دستی استفاده کنید که معروف ترین هاش یکی روش ترسیمی یا گرافیکاله و یکی هم روش حل سیمپلکسه که عموما هم برای مدل‌های خطی استفاده میشه. بچه روش‌های حل ترسیمی معمولا برای مدل‌های خطی استفاده میشه، اگرچه مدل‌های غیر خطی رو هم میتونه حل کنه، اما چالش دقت مطرح میشه که حالا در ادامه راجع به صحبت میکنیم. اگر مدل‌های ما غیر خطی باشه باید از روش‌های مثل KKT استفاده کنیم و سایر روش‌های دیگه و در ادامه اگر مدل‌های شما پیچیده باشن، فضای حل شما بزرگ باشه، محدودیت‌های شما محدودیت‌های زیادی باشن، در این صورت روش حل دستی دیگه پاسخگو نخواهد بود و شما مجبور خواهید بود که از نرم افزارها و ابزارهای تجاری و تخصصی استفاده کنید که معروف ترین هاش نرم افزار گنز، نرم افزار مطلب و کتابخونه‌های زبان برنامه‌نویسی پایتون خواهد. ما توی ویدیوهای بعد به صورت کاملا مفصل در مورد انواع روش‌های حل، معرفی انواع نرم افزارها و تولزها صحبت خواهیم کرد. اما موضوعی که وجود داره روش حل ترسیمی مسائل بهینه‌سازی خواهد بود. ما تو این ویدیو تصمیم داریم یک مسئله بهینه‌سازی ساده رو که در واقع یک مسئله خطی هست رو با استفاده از روش گرافیکال و روش ترسیمی حل کنیم. اما روش حل چطوره؟ دوستان دقت کنید. ما برای اینکه یک مسئله بهینه‌سازی رو حل کنیم، ایده کلی اینه که بیام تا به هدف مسئله رو، این یک مدل ریاضی مسئله بهینه‌سازی، قبول دارید؟ یک مدل ریاضی بارها در مورد صحبت کردیم. برای ایده کلی حل ترسیمی مسائل بهینه‌سازی به این صورت هست که ما تابع هدف رو میذاریم کنار و میایم محدودیت‌های حاکم بر مسئله رو روی صفحه مختصات رسم می‌کنیم. در واقع این محدودیت‌ها یک فضای محصور روی صفحه مختصات برای ما ایجاد می‌کنن که این فضای محصور میشه همون فضای حل مسئله ما و در واقع ما مجاز هستیم که مقدار پاسخ نهایی رو از بین این فضای حل انتخاب کنیم و در ادامه با استفاده از روش هایی که گفته میشه میتونیم پاسخ بهینه یک مسئله بهینه‌سازی رو پیدا کنیم. بیاید این مسئله بهینه‌سازی رو در نظر بگیریم. ما یک تابعی داریم به اسم fx و y که در واقع قرار مقدار مینیمم اون رو به دست بیاریم به شرطی که سه تا قید برای ما برقرار باشه. قید اول a1x به علاوه b1y کوچکتر مساوی c باشه. قید دوم a2x به علاوه b2y کوچکتر مساوی d باشه و x و y هر دو اعداد مثبتی باشن. خب من این مسئله رو چطور حل میکنم؟ اتفاقی که میفته، من اولین کاری که میکنم میام یک صفحه مختصات رو رسم میکنم. صفحه مختصات هم این مقدار کج شد. نکته‌ای که وجود داره، میام تمام این محدودیت ها رو در قالب خطوطی روی صفحه مختصات رسم میکنم. اگر این محدودیت اولم باشه، این دوم باشه و این محدودیت حالا سوم و چهارم دیگه، چون هم x رو دارم هم y رو، میتونم بگم اولین کاری که میکنم میام خط a1x به علاوه b1y برابر است با c رو رسم میکنم. قبول دارید که این معادله یک خطه و برای رسم معادله این خط به دو نقطه روی صفحه مختصات نیاز داریم. اگر من دو نقطه رو از این خط پیدا کنم روی صفحه مختصات، برای نمونه میتونم بیام این خط رو رسم کنم. شما فرض کنید که این خط معادله اول من خواهد بود یا محدودیت اول من. بعد با توجه به جایگذاری دو تا نقطه دلخواه یا یک نقطه دلخواه میتونم مشخص کنم که مقادیر پایین این خط برای من قابل قبوله یا مقادیر بالا. برای مثال فرض کنید که مقادیر پایین این خط برای من قابل قبوله. توی قدم دوم چی کار میکنم؟ میام محدودیت دومم رو رسم میکنم. محدودیت دوم من در واقع معادله یک خط به شکل a2x به علاوه b2y برابر است با d خواهد بود. اگر من این شکل رو هم رسم کنم، برای نمونه فرض کنید که یه همچین شکلی میشه و بعد باید بیام بررسی کنم ببینم پایین این خط برای من قابل قبوله، یعنی این ناحیه ها یا این ناحیه ها. برای مثال فرض کنید که ما یک نقطه رو جایگذاری میکنیم، مثلا نقطه 0 و 0 رو جایگذاری میکنم، تو این رابطه ست میکنه. وقتی تو این رابطه ست میکنه، پس مقدار بالای این خطه، چون 0 و 0 این وره دیگه، پس مقدار بالای این خط برای من قابل قبوله.
دو تا رابطه دیگه دارم. رابطه سوم x برابر است با 0. اگه خط x برابر است با 0 رو بخوام رسم کنم میشه این خط دیگه، قبول داره، میشه محور y ها. و از اونجایی که x های بزرگتر از 0 برای من قابل قبوله، مقادیر این ور محور y ها برای من مقادیر قابل قبولی خواهد بود. و رابطه چهارمی که من دارم رابطه y بزرگتر مساوی 0. اگر این رابطه رو هم رسم کنم در واقع میشه محور x ها دیگه. و از اونجایی که y های بزرگتر از 0 برای من قابل قبوله، مقادیری که برای من قابل قبول میشه میشه چی؟ میشه مقادیر بالای محور x ها. اجازه بدید من رنگ قلمم رو عوض کنم. خب نکته‌ای که وجود داره، من در قدم اول اومدم محدودیت‌های این مسئله بهینه‌سازی رو که اتفاقا محدودیت‌های خطی هم هستن. بچه‌ها دقت کنید، ما برای حل مسائل بهینه‌سازی به روش ترسیمی از مدل‌های خطی استفاده می‌کنیم. چرا که مدل‌های غیر خطی دقت حل مسئله ما رو پایین میارن. حالا راجع بهش صحبت می‌کنیم. پس من کاری که کردم در قدم اول محدودیت هام که در واقع خطوط مختلف بودن روی صفحه مختصات رسم کردم و مشخص کردم که برای هر خط چه ناحیه‌ای قابل قبوله. الان این خطوطی که رسم شدن یک فضا رو برای من روی صفحه مختصات محصور کردن. یعنی این خط این مقدار رو برای من، این و به این سمت رو برای من قابل قبول در نظر گرفته، این خط به این سمت رو برای من قابل قبول در نظر گرفته، این خط به این سمت رو و این خط هم به این سمت رو. اگر من بیام فضای محصور شده بین این چند خط که در واقع محدودیت‌های مسئله من هستن رو هاشور بزنم، من یک فضا دارم که در واقع ما به این فضا میگیم چی؟ میگیم همون فضای حل مسئله بهینه‌سازی من. پس من فضای حلم رو مشخص کردم. خاطرتون هست که میگفتیم متغیرهای تصمیم گیری به همراه محدودیت‌ها با هم دیگه فضای حل رو میسازن. منظورمون این همچین چیزی بود. در واقع فضای حل مسئله بهینه‌سازی من مشخص شد. و نکته‌ای که وجود داره اینه که پاسخ بهینه این مسئله بهینه‌سازی قطعاً جایی در درون این فضای حل خواهد بود و یا روی مرزها و قطعاً جای بیرون نخواهد بود. دیگه من اینجاها دنبال فضای پاسخ بهینه نخواهم گشت، اینجا دنبال پاسخ بهینه نخواهم گشت. نکته‌ای که وجود داره و سوالی که مطرح میشه اینه که خب این فضا یک فضای پیوسته است و من تقریبا بی‌نهایت نقطه داخل این فضا دارم. یعنی اگر من بی‌نهایت نقطه رو بخوام بیام جایگذاری کنم روی تابع fx و بعد مقدار مینیمومش رو پیدا کنم، خب زمان زیادی از من گرفته میشه. دوستان یک قاعده وجود داره و اون قاعده اینه که اگر فضای حل شما کانوکس باشد، آیا این فضا فضای کانوکس هست؟ بله. فضای کانوکس چی بود؟ هر دو نقطه‌ای رو که داخل این فضا انتخاب می‌کنیم و به واسطه یک خط به هم وصل می‌کنیم، اون خط تماما داخل این فضا قرار بگیره. اگر این رابطه اگر این شرط برقرار بود، اون فضای حل ما میشه یک فضای حل کانوکس یا محدب. حالا که فضای حل ما محدبه، ما یک قاعده‌ای داریم. اون قاعده چی میگه؟ میگه توی این فضای حل محدب مقدار بهینه تابع هدف شما حتما در نقاط گوشه‌ای اتفاق میفته. یعنی یا این گوشه یا این گوشه یا این گوشه و یا این گوشه. پس کار من خیلی راحت شد. اگر من بخوام مقدار بهینه تابع رو پیدا کنم، فقط کافیه 4 تا نقطه رو توی تابع هدفم جایگذاری کنم و اون مقداری که کمترین مقدار شد میشه چی؟ میشه مقدار مینیموم تابع هدف من. درست شد؟ پس من چیکار میکنم؟ من میام فقط مقادیر گوشه‌ای رو در تابع هدفم جایگذاری میکنم و اون مقداری که به دست اومد میشه چی؟ مقدار بهینه تابع هدف من. حالا بیاید بگیم چرا ما بگیم فقط مقادیر گوشه‌ای رو جایگذاری میکنیم. بچه‌ها فرض کنید که تابع fx من یه همچین تابعی باشه. fx. اگر تابع fx هم رو بیارم از این بالا شروع کنم، همین رو من انتقال میدم به این بالا. یعنی اگر تابع fx من این باشه در حالت اولیه و من شروع کنم fx رو از بالا به سمت پایین حرکت دادن، درسته؟ اولین و آخرین نقاطی که این تابع یا خط fx مقدار فضای حل من رو قطع میکنه، قطعا در یکی از این نقاط لبه‌ای یا گوشه‌ای خواهد بود. یعنی مقدار ماکسیموم یا مینیموم تابع fx حتما یه جایی توی این گوشه ها اتفاق میفته. و به خاطر این موضوعه که ما میگیم برای پیدا کردن مقدار اکسترموم، یعنی همون مقدار بهینه، حالا میخواد مقدار مینیموم باشه یا مقدار ماکسیموم، فقط کافی نقاط گوشه‌ای رو
شما جایگذاری کنید. یعنی اگر من این خط رو بیام شروع کنم از پایین از بالا حرکت دادن، اولین جایی که قطع میکنه این نقطه است. درسته؟ پس این نقطه میتونه برای من یه نقطه مینیمم یا ماکسیمم باشه. بعد میاد پایینتر پایینتر پایینتر، یه جا هم اینجا قطع میکنه، یه جا پایینتر، یه جا اینجا و در نهایت یه جا اینجا و بعد دیگه خارج میشه از فضای حل من. پس بنابراین نقاط گوشه من اولین و آخرین جایی هستن که اگر من مقدار fx رو حرکت بدم روی فضای حل رو لمس میکنه. پس به خاطر همینه که من تنها کاری که کافیه بکنم چیه؟ اینه که بیام نقاط گوشه‌ای رو در مقدار تابع fx جایگذاری کنم و هر مقدار که مقدار کمتری شد اون میشه پاسخ بهینه تابع مسئله بهینه‌سازی من. فکر کنم موضوع خیلی روشن شد دیگه. حالا اگه اجازه بدید با یک مثال میتونیم این موضوع رو بیشتر باز کنیم. اجازه بدید من رنگ قلمم رو عوض کنم. فرض کنید که یک مسئله بهینه‌سازی دارید که مسئله من از نوع مسئله بیشینه‌سازیه. مقدار تابع هدف من که در واقع fx من میشه مقدار x منهای y. صورت سوال از من خواسته مقدار x منهای y رو به شرطی بیشینه کنم که قیدهای زیر بر مسئله حاکم باشن. 2x به علاوه y کوچکتر از 10، x منهای 2y کوچکتر از 3 و x و y مثبت باشن. خب کاری نداره. اولین کاری که میکنیم میایم یک صفحه مختصات رو رسم میکنیم، همونطوری که توی اسلاید قبل هم بهش اشاره کردیم. ما میایم محدودیت هامون رو در قالب خطوطی روی صفحه مختصات رسم میکنیم. میگم 2x به علاوه y برابر است با 10. اگر من بخوام این خط رو رسم کنم قبول دارید که دو تا نقطه نیاز دارم. نقطه اول اگر x رو 0 بذارم مقدار y من عدد چند به دست میاد؟ 10. و حالا اگر مقدار y رو برابر است با 0 بذارم مقدار x من میشه چقدر؟ میشه 2x برابر است با 10x میشه 5. درسته؟ من با این دو تا نقطه میتونم یه خط رسم کنم 0 و 10. یعنی اگر این 0 باشه برفرض اینجا رو شما 10 در نظر بگیرید، این یه نقطه بعدی 5 و 0. یعنی اگر شما این رو 5 در نظر بگیرید اینم یک نقطه میشه. و اگر من بیام این خط رو با هم وصل کنم در واقع اولی محدودیت من پیدا میشه. یه نقطه دلخواه مثلا 0 و 0 رو در نظر بگیرید. آیا 0 و 0 تو این رابطه صدق میکند؟ بله، 0 و 0 کوچکتر از 10. پس بنابراین چه اتفاقی میفته؟ این چون 0 و 0 این ور خطه، پس این قسمت پایین خط جزء قسمت‌های قابل قبول برای من خواهد بود. برای محدودیت دوم دقیقاً به همین شکل عمل می‌کنیم. x منهای 2y برابر است با 3 باید بشه. در نتیجه اگه بیام x رو برابر است با 1 بذارم مقدار y من میشه چقدر؟ منفی 1. اگر بیام مقدار x رو برابر است با 3 بذارم مقدار y من برابر است با 0 میشه 1 و منفی 1. اگر این 1 باشد اینجا منفی 1 این یه نقطه میشه. اگر x رو برابر است با 3 بذارم مثلا اینجاها y منم برابر است با 0 میشه. و اگر من بیام این خط رو هم رسم کنم در واقع محدودیت دومم رو هم رسم کردم. این رو خط من دوباره یه نقطه رو اینجا قرار میدن، نقطه 0 و 0 رو. آیا 0 منهای 0 که میشه 0 کوچکتر از 3 هست؟ بله. پس از اونجایی که این نقطه هم داخل این رابطه صدق میکنه پس بنابراین مقادیر بالای این خط مقادیر قابل قبول من خواهد بود. دو تا رابطه دیگه دارم. x برابر است با 0 که در واقع میشه خط محور y ها و از اونجایی که باید بزرگتر از 0 باشه مقادیر بزرگتر از x های بزرگتر از 0 برای من قابل قبوله. رابطه بعدی که دارم y برابر است با 0. y برابر است با 0 میشه محور x ها و از اونجایی که مقادیر y های بزرگتر از 0 برای من قابل قبوله من باید چیکار کنم؟ من باید مقادیر بالای محور x ها رو داشته باشم. اگر من بیام رنگ قلمم رو هم عوض کنم دوستان این محدودیت ها برای من یک فضای حل رو ساخته. یعنی فضایی که از این ور بیشتره، از این خط کمتره، از این خط هم بزرگتره و از این خط هم بزرگتره. اگر من بیام این فضا رو هاشور بزنم در واقع فضای حل مسئله خودم رو مشخص کردم. درسته؟
طبق اون اصلی که توی اسلاید قبل گفتیم این میشه فضای حل ما. طبق اون قاعده‌ای که توی اسلاید قبل گفتیم اگه خاطرتون باشه نیازی نیست که تمام نقاط داخل فضای حل رو بیام توی این تابع جایگذاری کنم و بعد مقدار ماکسیمم رو پیدا کنم. فقط کافی من بیام نقاط گوشه‌ای این فضای حل رو توی تابع fx هم جایگذاری کنم و هر کدوم که مقدار بیشتری شدن پاسخ من خواهد بود. نقطه اول چیه؟ 0 و 0، 10 و 0. x من 0 ببخشید x من 0، y من 10، 0 و 10. درسته؟ اگر من تو تابع هدف بذارم مقدار fx من میشه چقدر؟ مقدار fx من میشه مقدار منفی 10. درسته؟ حالا fx بذارم. مقدار ماکسیموم میشه منفی 10. اگر بیام نقطه 0 و 0 رو جایگذاری کنم مقدار fx هم میشه چقدر؟ 0 منهای 0 0. از اون جایی که 0 بزرگتر از منفی 10 پس قطعا این جواب بهینه من نیست. نقطه بعدی که میتونم جایگذاری کنم اینجاست، نقطه 3 و 0. اگر جایگذاری کنم مقدار fx من چند میشه؟ مقدار 3 منهای 0 میشه 3. از اون جایی که 3 بزرگتر از 0 پس قطعا 0 هم تابع مقدار بهینه مسئله من نخواهد بود. من یه نقطه دیگه اینجا دارم، اما به خاطر اینکه بتونم مقدار x و y این نقطه رو پیدا کنم کافیه چیکار کنم؟ کافیه بیام این دوتا خط رو با هم دیگه قطع بدم. یعنی در واقع خط 2x به علاوه y رو که برابر است با 10 و x منهای 2y رو که برابر است با 3 اینا رو با هم قطع بدم. اگر یک دو معادله دو مجهول رو حل کنم میتونم مقدار x و y رو پیدا کنم. حالا میام رابطه بالا رو در 2 ضرب میکنم. 4x به علاوه 2y برابر است با 20. x منهای 2y هم برابر است با 3 میشه. اینا رو اگر رابطه رو با هم جمع کنم مقدار 5x برابر است با 23 میشه که x میشه چند؟ 23 پنجم که 23 پنجم تقریبا میشه مقدار 4 و 6 دهم. اگر تو این رابطه جایگذاری کنم مقدار y رو هم میتونم پیدا کنم. حالا من اینور می نویسم مقدار y رو هم 1 و 6 دهم. اگر مقدار y رو بذارم تو این جایگذاری کنم میشه 1 و 6 دهم تقسیم بر 2 8 دهم. پس بنابراین نقطه‌ای که من اینجا دارم مقدار 4 و 6 دهم و 8 دهمه که اگر من بیام تو این رابطه جایگذاری کنم مقدار fx من میشه چقدر؟ 3 و 8 دهم. پس بنابراین اینم مقدار بهینه من توی این نقطه است. از اونجایی که مقدار 3 و 8 دهم بیشتر از 3 پس میتونم بگم این هم مقدار بهینه من نیست و مقدار بهینه من و جواب بهینه مسئله بهینه سازی من اینجا مشخص میشه. پس دوستان دقت کنید حل یک مسئله بهینه سازی به سادگی قابل انجامه. فقط کافیه که ما بیایم محدودیت های یک مسئله بهینه سازی رو که غالبا محدودیت های خطی هستن روی یک صفحه مختصات رسم کنیم، بعد فضای محصور بین اون محدودیت ها رو مشخص کنیم که میشه فضای حل ما. از اونجایی که فضای حل ما یک فضای کانوکسه ما همیشه روی گوشه های این فضای حل به دنبال پاسخ بهینه هستیم. پس فقط کافیه با سعی و خطا مقدار گوشه ها رو در تابع هدف جایگذاری کنیم و اون مقداری که برای ما بیشینه یا کمینه میشه که حالا اینجا بیشینه است میشه مقدار بیشینه تابع هدف من. پس مقدار بیشینه تابع هدف من اینجا توی این مسئله میشه fx برابر است با 3 و 8 دهم به شرطی که x من 4 و 6 دهم و y من 8 دهم باشه. درسته؟ این هم حل یک مسئله بهینه سازی با استفاده از روش ترسیمی. نکته‌ای که وجود داره ویژگی های روش حل ترسیمی. اول اینکه روش حل ترسیمی مناسب برای مسائل خطیه. یعنی اگر مسائل شما غیر خطی باشه ما از روش ترسیمی استفاده نمی‌کنیم. حالا چرا استفاده نمی‌کنیم؟ این فضای حل رو یک محور مختصات رو مجدد در نظر بگیرید. بذارید من رنگ قلمم رو عوض کنم. فرض کنید که ما یک محور مختصات داریم و این بار به جای اینکه رابطه های ما خطی باشن رابطه های ما غیر خطی هستند. یه همچین رابطه‌ای
و بعد یه همچین رابطه‌ای و بعد یه همچین رابطه‌ای. درسته؟ و من یه همچین فضای حلی دارم. از اونجایی که پیدا کردن لبه ها و گوشه ها توی این منحنی ها سخته، یعنی من نمیتونم به راحتی گوشه های این فضای حل رو پیدا کنم، چالش دقت مطرح میشه. یعنی دقت حل مسئله من یک مقدار پایین میاد. به خاطر همینه که ما معمولا علاقه‌مندیم روش حل ترسیمی رو برای مسائل خطی به کار ببریم، اگرچه برای مسائل غیر خطی کانوکس هم استفاده می شود، اما چالش دقت داریم و به خاطر همینه که ما معمولا روش ترسیمی برای مسائل غیر خطی استفاده نمی کنیم و ترجیح میدیم از روش‌های جایگزین استفاده کنیم. نکته دیگه که وجود داره، روش حل ترسیمی برای مسائلیه که حد اکثر 3 متغیر داره. یعنی شما اگر یه متغیر تصمیم داشته باشی فقط محور x رو نیاز داری. اگر مثل مثال قبل 2 متغیر تصمیم گیری داشته باشی، محور x و محور y رو برای ترسیم فضای حلتون نیاز داری. اگر 3 متغیر داشته باشی میتونید محور x و y و z توی یک فضای 3 بعدی فضای حلتون رو ترسیم کنید. اما اگر 4 متغیر تصمیم گیری و بیشتر داشته باشی دیگه نیاز به ترسیم یک فضای 4 بعدی و بیشتر دارید. و چون این موضوع برای ما امکان پذیر نیست، پس میگیم مسائل که با بیش از 3 متغیر تصمیم گیری دارن رو با روش حل ترسیمی ما نمیتونیم حل کنیم. درسته؟ پس بنابراین قابل استفاده فقط برای مسائلی هستن که تا 3 تا متغیر تصمیم گیری دارن. روش حل مبتنی بر ترسیم محدودیت‌ها و فضای حل و پیدا کردن نقاط گوشه‌ای و جایگذاری توی فضا مقدار تابع هدفه. و از طرفی هم از اونجایی که روش حل ترسیمی و شهودی و گرافیکاله معمولا توی الگوریتم‌های رایانه‌ای خیلی استفاده نمیشه و ما علاقه‌مند هستیم که توی الگوریتم‌های رایانه‌ای از روش‌های ساختاریافته‌تری مثل سیمپلکس استفاده کنیم که توی ویدیو بعدی بیشتر راجع به صحبت می‌کنیم. در ادامه اگه بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم میتونیم بگیم که مسائل خطی طیف وسیعی از مسائل بهینه‌سازی رو برای ما تشکیل میدن و در صورتی که مسائل ما از نوع مسائل LP باشن ما میتونیم اونها رو با روش‌های ترسیمی حل کنیم و البته در صورتی که ابعاد مثلا ابعاد کوچیکی باشه. اگر ابعاد مثلا ابعاد بزرگی باشه ما معمولا نمیتونیم اون روش ترسیمی رو به درستی پیاده کنیم و ترجیح میدیم از الگوریتم‌های مناسب‌تر و روش‌های حل نرم افزاری استفاده کنیم. در روش ترسیمی همواره نقاط گوشه‌ای فضای حل پاسخ بهینه ما خواهند بود و دلیلش هم گفتیم در صورتی که مقدار تابع fx در واقع تابع هدف ما شروع کنه حرکت کردن و لغزش کردن روی فضای حل، اولین و آخرین جایی که معمولا تابع فضای حل ما رو قطع میکنه همون نقاط گوشه‌ای خواهند بود. و از طرف عموما حل مسائل بهینه‌سازی مسائلی که بیش از چند متغیر تصمیم گیری دارن، بیش از 3 یا 4 متغیر تصمیم گیری دارن و ابعاد بزرگتری دارن، فضای حل پیچیده‌تری دارن و محدودیت‌های بیشتری دارن، توسط نرم افزارها انجام میشه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.